6 تا از تأثیرگذارترین قانون‌ها در دنیا. 1. قانون مورفی. هر چیزی که احتمال خراب شدنش وجود داشته باشه خراب میشه. پس آماده باش و براش برنامه بریز. 2. قانون کیدلین. وقتی یه مشکل رو روی کاغذ بنویسی، نصفشو حل کردی. نیمی از مسیر حل کردن یه مشکل، شناخت دقیق اون مشکله. 3. قانون فالکلند. وقتی نیازی به تصمیم گیری فوری نیست، تصمیم نگیر. موفق‌ترین افراد تصمیمات خوبی میگیرن، ولی چیزایی هم که نیاز به توجه فوری ندارن و نادیده میگیرن. 4. قانون گیلبرت. بزرگترین مانع برای شروع هر کاری ندونستن روش انجام اون کاره. وقتی بفهمی دقیقاً چطور باید اون کارو انجام بدی، بیشتر مسیر رو طی کردی. 5. قانون ویلسون. اگه اولویت زندگیت دانش و آگاهی باشه، پول خودش تو رو پیدا میکنه. راحت ترین راه برای پول درآوردن اینه که همیشه در حال یادگیری و بهبود یکی از مهارتات باشی. 6. قانون پارکینسون. هر کاری به اندازه زمانی که براش تعیین کردی طول میکشه. پس اگه میخوای کاری زودتر تموم بشه، بهش بیش از حد زمان نده. اگه رشد رو دنبال نمی‌کنی، احتمالاً دیگه هیچ وقت ما رو نمیبینی. ولی اگه این کارو انجام میدی، تبریک میگم. تو هر روز در حال رشدی.